بار دیگر درود میفرستم به بینندگان بینیادگیرامی رادیو آزادی، به همه اون عزیزانی که این لحظه ها ما رو از آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب تماشا دارن و چون همیشه ساعتی 10 به وقت پراگ من شالو گلخوجه در خدمت شما قرار میگیرم با سرخط خبرهای روز که قبل از تقدیم برنامه خبری پیشنهاد شما عزیزان میشود و فکر میکنم که همه شما دوستان عزیز رو ما در بخش مستقیم برنامه خبری بعد از 3 ساعت کار خواهیم دید و اگر نبوده در بخش مستقیم باقی نیست میتونید ثبت برنامه رو در همین جا یعنی در آزادی ویدیو ببینید. اما تا اون دم سرخط خبرها رو من برای شما خواهم گفت. ملاقات پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با وزیر کار خارجه تاجیکستان، دیدار جیمی فلای با سیروژدین موحدین چند لحظه پیش در دوشنبه دایر گردید. جیمی فلای پس از ملاقاتش با وزیر کار خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این دیدار با سیروژدین موحدین اوید به مسئله امنیت و ثبات ملی گفتگو کردند. جزئیات رو در برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. ضمناً این بار اول است که پرزیدنت رادیو آزادی به تاجیکستان سفر میکند. تالکو گولد با استخراج و کارکرد سرمه و طلا شروع خواهد کرد. انتظار می رود که فعالیت شرکت مذکور که مشترک یعنی از تاجیکستان و چین از سال آینده به کار آغاز نماید. تمام 5 سال اخیر چند شرکت چینی به تاجیکستان وارد شده در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری میکنند. بر اساس اطلاع رسمی کانهای طلا نیز که یکی از بایگاری‌های تاجیکستان دانسته میشوند اکثرا از جانب شرکت‌های چینی جستجو و کارکرد میگردند. چرا در انتخاب کارشریک برتری اساساً به چینی ها داده می شود؟ کارشناسان تاجیک به این سوال پاسخ خود را دارند و در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهد شد. مبارزه بوریش با ازبکستان گذشت. هفته گذشته ماموران حفظی حقوق ازبکستان در نتیجه ریدی در بازارهای توشکند 10 مرد ریشه‌دار را دستگیر نموده و به شعبه پلیس بردند. بازداشت شده‌ها پس از تراشیدن ریششان دوباره آزاد گردیدند. شهروندان ازبکستان که بازداشت و اجباراً ریشه‌هایشان تراشیده شد حالا از سردار پلیس شهر توشکند طلب دارند تا قضیه این کارشان را رسما شهر بدهند. به فرق از تاجیکستان در ازبکستان عملیات مقامات پلیس علیه ریشه‌داران واکنشی تندی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به بار آورد. تفصیلات را شما میتونید بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تماشا کنید. هم پول به باد رفت و کسی نیز به داد نمیرسد. در برنامه امروز گزارش خواهیم داشت درباره آنکه چگونه یک زن معلول با تلاش‌های زیاد و بعد دریافت کمک از کمیته زنان و گرانت پرزیدنتی کارگاهی بنیاد کرد تا روزگار خود و چندی از تقدیرانش را بهبود بخشد. ولی این کارخانه را 1.5 ماه پیش غارت کردند و با همین او را دیگر بار در نیمه راه گذاشتند. سرگذشت موثر این زن معلول را در برنامه خبری پیشنهاد شما بینندگان عزیز میکنیم و همزمان همکاران ما قضیه امید حکایت نفری را که چندی از کارمندان پلیس رو به شکنجه متهم میکرد پیگیری دارند. ظاهرا در این قضیه تفصیلات نو پیدا شده است و حتما که باز چند موضوع دیگر هست که فکر میکنم در برنامه خبری برای شما ما جزئیات بدیم. برای همین همه شما از آن را در بخش مستقیم برنامه خبری منتظر میشویم. یادتون نرود ساعت 1 با وقت پراگ ما شما رو منتظریم. روز خوب داشته باشید تا دیدار نوبتی.